درود بینندگان گرامی، همه شما عزیزان را به سال نو میلادی تبریک و تهنیت میگویم. در حیات در برابر خشوع و ظفرها تشویش و مشکلات نیز وجود دارد. انسان به طفیل ذهن خود، مهنتی متانتناک، اراده مستحکم قادر است که هر گونه آزمایش را مناسب پس سر نماید. سال 2024 برای ما باقرار بود. از همه مهمش در مملکتمان فضای دوستانه و با صفای بین المللی گمران است. اگر وطن آباد باشد، وطندار آباد می شود. اگر وطن آسوده باشد، وطندار آسوده زندگی می کند. و اگر وطن آزاد و سعادتمند باشد، وطندار هم آزاد و سعادتمند است. اون همه تشبث و ابتکاراتی که برای منفعت انسان از جانب رهبر دولتمان پیاده کرده می شود، ما را به فردای سعادتمند، با سعادت، با بخت و با آرزو و امیدهای زیاده می رساند. همه شما را به مناسبت فرا رسیدن سال نو صمیمانه مبارکباد می گویم. بگذار اون همه نیکی هایی که در وجود ما و شما هست، اون همه غم، اشتباه یا خطاهایی که دانسته و نادانسته از ما صادر شد در سال کهن بماند. وطن عزیزمان در پناه امنیت و آسایش باشد. خلق عزیزمان آزاد و سعادتمند باشد. آرزوی آدمی آسایش روی جهان. آدمی را سال نو بر آرزوهایش رسان. امید سال نوی ما این است که در برابر ازبکستان عزیز ما، همسایه کشورهای ما، تمام مردم دنیا در پناه امنیت و آسایش و محبت و باور و همدیگر زندگی کنند. سال نوتان مبارک باشد. به طفیل مهنت متشکل خلقمان، آرزوی ازبکستان نو به واقعیت تبدیل می یابد. در مملکتمان شرف و قدر انسان، تأمین منفعت‌های اهالی و بنیاد اقتصادیات پرقدرت وظیفه اساسی می باشد. همدیاران عزیز، سال نو میلادی 2025 به تمام هموطنان عزیز و ارجمند مبارک باشد و سال شود که سال پربار باشد، سال بخاصیت شود و سال خاطرمان شود. سال نو 2025 برای کشور ما چنین سال شود که دستاوردها از حد زیاد گردد و در صحیفه های تاریخ با خطهای زرحلین ثبت گردد و برای هر یک فرد جمهوری ما سال نو 2025 سال میلادی گردد که با حرفهای طلایی در صحیفه های عمر خود ثبت گردد. هموطنان و همدیاران عزیز، سال نو میلادی 2025 مبارک باشد و به خانه های هر یکی شمایان فقط روزهای خشوع و خرسندی و خوشنودی دائما حکم فرما باشد. برابری تعلیم در مکتب‌های تحصیلات همگانی حالا در ولایت‌های سمرقند و بخارا، سرخندریا و فرغانه و تاشکند فرزندان ما در گروه‌های تاجیکی تعلیم می‌گیرند. من سال 2024 سال به پایان رسیده، سال 2025 سال فرا رسید. من به فرارسی این سال نو همه همدیارانمان را، همه همزبانم را تبریک و تهنیت ها میگویم. خیلی که سال 2024 با یک چند موفقیت ها آمد، سال 2025 سال من میخواهم که باز موفقیت های بسیار خصوصا در ساحه تعلیم به ما نصیب گرداند. البته به بختمان طلبگان
استادانمان، پدر و مادرانمان هر دایم صحت سلامت باشند، با نام نیک، با چهره شاد به یکدیگر پیشواز گرفتن نصیب گرداند. ای دوست فراموشم مکن، یادم کن، خاکستر کوی تو شدم، بادم کن. گر بد باشم لعنتی دنیا بر سرم، گر نیک باشم یگان یگان یادم کن. خنده بلبهای تو را، ناز و اداهای تو را، یگان نگاه های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره. خنده بلبهای تو را، ناز و اداهای تو را، یگان نگاه های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره. عاشق زار دستم، دل به قرار دستم، شب انتظار دستم، ای دل بر ما، ای دل بر ما. عاشق زار دستم، دل به قرار دستم، شب انتظار دستم، ای دل بر من، ای دل بر من، ای دل بر من، ای دل بر ما. خنده بلبهای تو را، ناز و اداهای تو را، یگان نگاه های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره. خنده بلبهای تو را، ناز و اداهای تو را، یگان نگاه های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره. بغیر از من یارت کیست، جز من وفا دارد کیست، دل بر و دل دارد کیست، ای دل بر من، ای دل بر من، ای دل بر من، ای دل بر من. خنده بلبهای تو را، ناز و اداهای تو را، یگان نگاه های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره. خنده بلبهای تو را، ناز و اداهای تو را، یگان نگاه های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره. سال گذشته چاره‌بینی های پرمضمون، انجمن های بانفوذ برگزار گردید که در آن همزبانان ما هم فعالانه شرکت ورزیدند. همدیاران عزیز، تمام شما را با سال 25 تبریک و تهنیت میگویم. سال گذرا برای خانموزه استاد عینی بسیار سال با فیض و با برکات شد. در دوام سال خانموزه را از طرف کنجک‌های دنیا میهمان‌ها تشریف فرمودند و در دوام تشریف خانموزه با اشیاءهای نو باعث شد. در دوام سال از طرف عالمان و شاعران و عموما انسان‌های نکوی دوست سمرقندی تدبیرهای بسیار با معنی در خانموزه استاد عینی گذرانیده شد و از همه مهمترش با کمک سمرقندیان نیم پیکری استاد از دیگر تعمیر کرده شد و پستی وی با سنگ خارا آراییده شد. حالا محیط ادبی تاجیکان ازبکستان وسیع گشته است
فعالیت شورای ادبیات تاجیک در نزد اتحاد نویسندگان ازبکستان و همزمان بخش سمرقندی آن کارهای نظررس را فرجام دادند. در خانه موزه عارف گلخانی سمرقندی نیست میدونیتون که در تحت سمرقند را گلپوش میکنیم 1+10 به گلدستا گلها تقدیم کرده میشد و این سال هم همین آن دوام یافت. هر سال در رکنی از کتابخانه خانه موزه عارف گلخانی یک کتاب به نشر آماده می شود. این سال هم همین یک کتاب با نام معمار قلپا یا مسکن علم و معرفت که درباره تعلیم و تربیه کمینه در مکتب میانه با هم میگیرد و نشر آماده شده ایستاده است و در نزدیکی با کتابخانان تقدیم کرده می شود. دوستان گرامی، سال نو چه نیت‌های نقش شود همه‌اش در سال نو جامعه عمل می‌پیچیده است. من هم می‌خواهم که همه شمایان صحت و سلامت باشیدتان. با رونق وطن عزیزمان ازبکستان آفتابروی خدمت کنیدتان. با همه‌تان به این کار آمدتا یار شدنش را می‌خواهم. سالهای آخر با تشبث و دستگیری سرور دولتمان برای حفظ سلامتی اهالی کارهای عبرت بخش عملی می شوند. خادمان طبی تجربه خوبی کاری دارند. آنها بیماران را نه تنها با دارو و درمان، این چنین با تبسم و سخنان خوش و گوارا طبابت می کنند. در ازبکستان نو در همه ساحه ها اینچنین در ساحه طب نیز کامیابی ها اصلاحات های نو تاریخی به عمل آمد. اجازت دادن با فعالیت کلینیک های خصوصی باز سطح خدمت رسانی طبی را باز به بلند برداشت. 10-15 سال پیشتر در شهر فرغانه یک مرکز شفاخانه دولتی اورولوژی و یک کلینیک خصوصی اورولوژی موجود بود. حاضر باشد در خود شهر فرغانه 5-6 کلینیک های خصوصی اورولوژی فعالیت دارد. من هم در یکی از آنها فعالیت کار میبرم. همه کلینیک های هم خصوصی هم دولتی با تجهیزات های بهترین آخر زمان، اندوسکوپی، لاپاروسکوپی هم از جهازان آماده شده است. این همه این و برداشتن سطح خدمت طبی البته کمک میرساند. از فرصت استفاده برده همه شمایان را به سال نو از ته دل مبارکباد میگویم. به همه شما تن صحت، خاطر جمع تمنا دارم. سال نوتان مبارک شود. در ترغیب و تشویق نمودن آیین‌های ملی، عرف و عادت، فرهنگ، زبان، رشد ادبیات، جان فدایان ملت همیشه فعالند. چاره‌بینی و واخوری‌های ادبی از جانب مرکزهای مدنی تاجیکان جمهوری و مرکزهای ملی مدنی تاجیکان ولایت‌ها برگزار گشتند که این همه ترغیبگر دوستی و با همجهتی مردمی کشورمان است. هموطنان عزیز، همه شمایان را با سال نو 2025 از صمیم قلب تبریک می نمایم و آرزو می کنم که نیت می کنم که در سال 2025 هم همه آن نیت هایی که در دل دارد جامعه عمل پوشند. بگذار سال 2025 به خاندان من و شما فیض و برکت، تمام خوشی های خوشترین دنیا را بیارد. اوزبکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از وقت و از اقبال تو. شکرانه بر خداوند مهربان میکنیم که چون این کشوری تنج و آسایشته بهشت آسا را به ما وطن کرد. چون این ابرمردی دریادل به او رهبری میکند. برای فراوان زندگی کردن در این کشور همه شرایط ها فراهم است. امروزها خصوصاً به جوانان اعتبار کلان داده ایستادند. سال گذشته، سال خانش 2024-25 با من خیلی خوشبخت شد. من مکتب تعلیم میانه را با بهای اعلی با مدال طلا ختم کردم. در المپیاد جمهوریوی جای دوم را گرفتم و
در فاکولته فیلولوژیای دانشگاه دولتی فرغانه همچون کورس 1 یعنی دانشجوی کورس 1 قبول کرده شدم. من به نهایت خوشبختم. از این فرصت استفاده برده تمام همسالانم را، معلمانم را، هموطنان را با فرارسی عید سال نو تبریک و مبارکباد میگویم. بگذار همیشه چون کوههای پامیر سربلند، چون سعدی دراز عمر، چون حافظ شهرتمند و چون جام خاکسار باشد. سال نوتان مبارک باشد. شکوه و شهامت سال نوی فرا رسیده در خانه مدنیت شهر قوسای ولایت فرغانه هم نظررس است. اهل جماعی خلقی فولکلور و اتنوگرافی کشچنار با رقص و ترانه های ایدانه دوره ها را منور می سازند.